اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یک شنبه. وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید نسبت به 6 ماه گذشته افزایش چشمگیری در پروازهای فضایی کشور به میان آمده است. به گفته وزارت مالیه، پس از حاکمیت مجدد امارت اسلامی افغانستان، محصول گمرکی مواد غذایی اولیه از 50% به 70% کاهش یافته است. مولوی ذبیح‌الله مجاهد میگوید کرنسی ما گام‌های رو به جلو میبردارد. اکنون افغانستان صاحب دارد و هر چیز آن با ارزش گردیده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید دیروز سمینار یک روزه سوی ریاست کتابخانه عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ در سید نور محمد شاه من ناحیه هشتم شهر کابل به منظور ترویج فرهنگ مطالعه برگزار گردید. تاجران افغان مقیم امارات متحده عربی با مسئولین کنسولگری افغانستان دیدار کردند. در این دیدار مشکلات خود را با مسئولین در میان گذاشت و خواستار ایجاد صندوق برای کمک به نیازمندان افغانستان شد و از مسئولین تعهد هر نوع همکاری را دریافت نمودند. مسئولین ریاست شاروالی قندهار میگوید از آغاز سال مالی جاری 1401 هجری شمسی تا پایان ماه دلو 447 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کردند. در ولایت بغلان رضاکاران هلال احمر افغانی 2000 سیسی خون به بیماران در شفاخانه آن ولایت اهدا کردند. از سوی آمریت نرم اداره ملی استاندارد نرم 21 نوع موترهای میدان هوایی کابل تعیین گردید. شاروالی کابل میگوید 230 نهال در تپه کارتنه و غرس گردید.